سلام و روز بخیر بینندگان عزیز. امروز 20 ایول است و در برنامه اخباری آزادی آخرین خبرها از تاجیکستان و جهان را پیشکش شما میکنیم. من مومین احمدی هستم. سرخط خبرها: وزارت معارف میگوید ابله و نبود و صدها ختم کننده دانشگاه و دانشکده ها اختیاراً به ارتش رفتند. هر یک نفری که مرد است مخصوصا من فکر میکنم باید جناح در سر خوب مسلمان خدمت کنم. کی اوکراین امکان صادرات غله به خارج را پیدا میکند؟ تهدید بحران سراسری پوتین را وادار کرد سر میز گفت و شنید نشیند. یگانه موضوعی که به فکر من آنها به موافقه میرسند این مسئله صادرات غله است. بخشی بزرگی درختان باغی که امام علی رحمان در ناحیه دنغره با صرف بیش از 8 میلیون سامانی به بنیادش اساس گذاشته بود خشکیدند. برنامه را با خبری از قضیه دلیر امام علی ژورنالیست شناخته تاجیک آغاز میکنیم. بلال ابراهیم رئیس ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه اقرار شد که بر اساس شکایت او دلیر امام علی را بازداشت کردند. او ادعا کرد که گویا دلیر تخریب خانه ها در حدود این ناحیه را نادرست شرح داده است و به کار نمایندگان حکومت مانع شده است. سازمان های بین المللی بازداشت روزنامه‌نگار را محکوم کردند و آن را یک نوع تعقیب برای تنقید نامیدند. تفصیلات بیشتر در گزارش کیومرثی عطا. برای چی وای مانعگی ایجاد میکرده است؟ برای رفت اجرای وظیفه‌های خدمتی ما شکایت نمیکرده ایم. رئیس حکومت ناحیه شاه منصور تصدیق کرد که از دلیر امام علی روزنامه‌نگار بازداشت شده تاجیک به دادستانی شکایت کرده است. بلال ابراهیم میگوید دلیر از ویرانکنی خانه ها در این ناحیه خبر داد اما نظری طرفی دیگران نگرفت. این در حالی است که خود رئیس ناحیه درخواست دلیر امام علی را برای صحبت رد کرده بود. اول آموختن در کار، بعد میبخشید رفتار کردن. پس از آن گزارش دلیر امام علی را روز 4 ایون بازپرسی کرده به گفتش چند شپاطه و مشت زدند و روز 15 ایون او را دستگیر و به 2 ماه حبس پیشکی گرفتند. دلیر امام علی را بر اساس 3 بند قانون جنایی گمانبر می‌دانند، اما خودش و نزدیکانش بخش اساسی اتهامات را رد کرده سازمان‌های بین المللی آزادیش را خواستند. یک بند قانون تیت که روز قبول شهروندان را ممکن است نوار گرفتن. متاسفانه در بعضی مقامات و اداره و نهادها همین گونه برخورد میکنند با روزنامه‌نگارا. متاسفانه در این نوار دلیر امام علی دیده می شود که او می خواهد از مقامات ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه شرح تخریب خانه ها را گیرد، ولی او را به نزد رئیس ناحیه راه نمی دهند. آن واقعه را رئیس حکومت ناحیه شاه منصور بلال ابراهیم چنین شرح داد: ما آماده بودیم که همون نفر را قبول کنیم، همون ساعت همون دقیقه میبخشید قبول من رفته ایستاده بود. شخص متصدی اوید به قبول آمدن گفتن که من گفتم مرحمت به نوار مرحمت من آماده هستم که قبول کنم. روزنامه‌نگاران و کارشناسان میگویند برای به نوار گرفتن جریان قبول رئیسان ناحیه قانونگذاری کشور محدودیت پیش بینی نکرده است و به باور آنها رفتار دلیر امام علی نیز غیر قانونی نبود. قانونشکنی وجود نداشت. اگر وی در قبولگاه رئیس با ویران کردن ترتیبات جمعیتی راه میداد، آنها باید موافق قانون سند ترتیب میدادند و آن را به مقامات داخل پیشنهاد میکردند. یکی از بازارهایی که دلیر امام علی قبلا از چندین قبولگاه وزیران و رئیسان اداره‌های دولتی در تاجیکستان نوار گرفته به جز از خدمات علاقه و رئیس آن بیگ صبور با مشکل دچار نشده بود. دلیر امام علی و همکارش عبدالله غربتی روز 15 ایون امسال بازداشت شدند. دستگیر شدن آنها که بیشتر درباره مشکلات مردم برنامه تهیه می‌کردند، واکنش‌های زیاد را به میان آورد. مقامات در تاجیکستان در 3 ماه اخیر 7 روزنامه‌نگار و بلاگر را دستگیر کردند که باعث نگرانی سازمان‌های حامی حقوق بشر شده است. مقامات تا کنون دعوت‌ها را برای آزادی روزنامه‌نگاران نادیده گرفتند. سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است.
زمینه یا اپ ما را بگیرید. ادامه برنامه. شما شاید خبرها درباره ابله و یا بازور به ارتش جلب شدن دانشجویان را در دعوت بهاری شنیدید. حالا وزارت معارف میگوید دانشجویان ابله و نشدند، برعکس صدها ختم کننده دانشگاه و دانشکده ها اختیاراً به ارتش رفتند. به گفته رحیم سیدزاده وزیر معارف و علم تاجیکستان، بیشتری آنها دانشجویان رشته حقوق بودند. چرا محض بیشتر آنها به ارتش جلب شدند؟ پاسخ در گزارش همکارم سرویناز روح الله و برات یوسفی. وزیر معارف تاجیکستان میگوید در موسم بهاری دعوت به ارتش صدها نفر ختم کننده مؤسسه‌های عالی و کسبی کشور به صف نیروهای مسلح داوطلبانه پیوستند. به گفته رحیم سیدزاده، اکثریت داوطلبان ختم کرده های رشته حقوق شناسی بودند. 2333 نفر ختم کنندگان مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی به صف ارتش رفتند و بیشتر آنهایی که به صف ارتش رفتند اینا نفرانی هستند که رشته حقوق ختم کردند و شما خبردار هستین که طبق قانونی که در جمهوری تاجیکستان هستند نفرانی که در صف یعنی ساختار قدرتی فعالیت میکنند اینا باید حتما در صف ارتش خدمت کرده باشند. وزیر معارف تاجیکستان افزود تحصیل در زینه ماگیستراتورا نیز یک زینه تحصیلاتی عالی است و زمانی تحصیل ماگیسترانت‌ها نیز باید از خدمت در صف ارتش آزاد باشند. ما طرفدار اون هستیم که همینا هم از صف از خدمت حاضر شدند آزاد کرده شوند، لیکن یک نکته دیگر فراموش کردن کار نیست که هر یک نفری که مرد است مخصوصا من فکر میکنم باید اینا حتما در صف قوای مسلح خدمت کنند. صاحب نظران بر اینند که دعوت اجباری ماگیسترانت ها و اسپیرانت ها زمانی تحصیل به ارتش باعث آن شده است که اکثر آنها از ادامه تحصیل دست کشیده یا به مهاجرت کاری رفتند و یا به کارهای دیگر مشغولند. تحلیلگران بخش معارف بر اینند که برای با اصول اجباری جلب نکردن جوانان به ارتش شیوه دعوت تغییر داده و همزمان تربیت وطن دوستی جوانان از زینه مکتبی راه اندازی شود. اسپیرانت وقتی که میخواد که یگان رویه علمی را انکشاف دهد و مقصدی با ارتش ملی گوییم که یا اینکه در کار حربی خودش بخشیده نمیتوند. بر اساس قانون نوی خدمت در ارتش، جوانانی که کافدراهای نظامی را ختم میکنند تنها بعد از 12 ماه خدمت در ارتش صاحب رتبه افسر احتیاطی خواهند شد. در گذشته ختم کرده های دانشگاه‌هایی که دارای کافدراهای حربی بودند با اشتراک در دوره‌های 40 روزه صاحب بلیت حربی شده رتبه می‌گرفتند. ماگیسترانت‌ها و اسپیرانت‌ها به فرق از سال‌های قبلی این گونه امتیاز ندارند. موافق قانونی پیشینه آنها حق به تأخیر گذاشتن خدمت سربازی را هنگام تحصیل داشتند. مقامات میگویند بر اساس طرح نو تنها جوانانی که در رشته دکترانتورا تحصیل می‌کنند از خدمت آزاد هستند. جنگ روسیه در اوکراین اکثر کشورهای دنیا را به بحران غذا یا گرسنگی روبرو کرده است. با توجه به این تهدیدها ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه با رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان دیدار و گفتگو کرد. یک هدف این ملاقات هم دوباره آغاز کردن صادرات غله اوکراین توسط بحر سیاه است. گزارش در تهیه همکارم زرنگیزی نوروزشاه را تماشا کنید. جنگ در اوکراین دسترسی کشورهای جهان را به گندم مشکل کرده است. این وضع می تواند قحطی و بحران غذا را به میان آورد و نرخ در بازارهای جهان را شدیداً بالا برد. مقامات وضع را نگران کننده می دانند. اوکراین پنجمین کشور صادرکننده گندم در جهان است و به سگانه کشورهای بزرگ صادرکننده جوار مکه، جو و تخم آفتابپرست شامل شده است. سال 2023 قریب 40 میلیون تن غله و 50 میلیون تن پسته آفتابپرست و جوار مکه استحصال کرده است. این کشور تا آغاز جنگ جهان را با مواد غذایی تامین می‌کرد. حالا خود به کمک نیاز دارد. اوکراین و برخی از منابع غربی روسیه را به دزدی گندم اوکراین و انتقال آن به قلمرو کشور خود گناهکار می‌دانند.
ترکیه همسایه با نفوذ روسیه در جنوب بحر سیاه برای حل این مسئله نقش میانرو را به عهده گرفته است. کارشناسان دیدار و ملاقات رهبران روسیه و ترکیه را در ایران یک امکانیت نو برای دریافت راهی حل می‌دانند. یگانه موضوعی که به فکر من آنها به موافقه میرسند این مسئله صادرات غله است. این یک مسئله خصوصی است و من فکر میکنم که به این یا آن شکل، البته نه به آسانی، حل می شود، چون هم ترکیه و هم روسیه به این منفعت دارند. این نخستین ملاقات پوتین با پرزیدنت ترکیه بعد از آغاز حمله روسیه به اوکراین است. این ملاقات در حالی صورت میگیرد که ولادیمیر پوتین بارها تاکید کرده است در پیش آمدن بحران غذایی و عملیات جنگی اوکراین عیبدار نیست. با گفته پرزیدنت روسیه این اتهام نتیجه آن چیزی است که او آن را روسافوبیای غربی مینامد. بار دیگر تاکید میکنم این مشکل امروز و حتی 3-4 ماه اخیر نیست و عمیق است که این مشکل با عیب روسیه به میان نآمده است. طور حالا برخی از هرزگوها اظهار می‌دارند و کوشش میکنند در هر مشکل پیش آمده در اقتصاد جهان کشور ما را عیبدار کنند. کمچین و گران شدن نرخ محصولات نیازی اول را الکی نه تنها در کشورهای غرب بلکه در روسیه نیز احساس میکنند. این هم یکی از عامل‌هایی است که پرزیدنت روسیه را وادار کرد تا سر میز گفت و شنید نشیند و برای از سرگیری گردش غله اوکراین راه حل بجوید. و گزارشی از ناحیه دنغره. درختان باغی میدان پرچم ناحیه دنغره که تلویزیون دولتی از آن توصیف میکردند خشکیدند. این میدان را سال پیش امامعلی رحمان پرزیدنت کشور رسما باز کرده بود. در آنجا 9000 درخت نادر شنانیده و بیش از 8 میلیون سامانی صرف کرده بودند. همکارم محمود جان رحمتزاده گزارش دارد. این درختان میدان پرچم شهر دنغره خشکیده اند. میدان را یک سال پیش با شرکت پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان باز کرده بودند. برای آن صاحبکاران محلی حدود 8 میلیون سامانی صرف کرده اند. مسئولان میدان میگویند دستور گرفته اند درختان خشکیده را حساب کنند. میدان پرچم 3 هکتار را تشکیل داده در آن حدود 9000 درخت شنانده شده است. 615 عدد آنها به قول مسئولان ناحیه درختان آرایشی نادرند. باغ پرچم ناحیه دنغره 16 ایون سال 2021 از سوی پرزیدنت امامعلی رحمان گشوده شده بود. اما در این باغ مشاهده می شود که بعضی درختان خشک شده‌اند. مقامات در ناحیه دنغره میگویند که آنها تلاش دارند درختان خشک شده را دوباره برقرار سازند. این بار اول نیست که بعد باز کردن چنین مکانها مدت نگذشته یا درختان خشک یا ساختمان و آرایشات ویران می شود. 8 ماه پیش در ناحیه مومن آباد پایه پرچم ملی را گشوده اند. اما الکی پس از 5 ماه بخش از آن مکان ویران شده زمینش نشسته بود. حالا دنغره 3 باغ پرچم ملی دارد. یکی در دهه پوشینگ، دیگری در جماعت اسمت شریف و سومی در مرکز ناحیه است. همه این میدان ها در 3 سال اخیر بنیاد شده اند. حالا در هر شهر ناحیه تاجیکستان میدان های پرچم را دیدن ممکن است. در افتتاح هر یکی آنها رهبر کشور شرکت کرده است. نشریه میرید بایوگرافی بریتانیایی یک نورس تاجیک را در برابر 5 نورس در دنیا قرار داده است که چهره غیر معمولی نادر و شکل ظاهرا فرق کننده دارند. موین زیدالله‌زاده 11 ساله که با پدر مهاجرش در روسیه زندگی میکند با میشگان و ابروان دراز در این قطار جای گرفته است. میشگان و ابروان او بیش از 4 سانتی متر درازی دارند و برای این در کتاب رکوردهای گینیس جای گرفته است. پایانی برنامه اخباری آزادی، ولی شما می توانید هر لحظه در سامانه آزادی، فیسبوک، اینستاگرام، تلگرام و توییتر رادیو آزادی خبرهای ما را بخوانید و نوارهای ما را تماشا کنید. با ما باشید. خدا نگهدار.